الله میگه ظهر الفساد فی البر والبحر، فساد در اوج خود رسیده، دشمنی با دین الله هست، موامره و مشاوره در کل دنیا علیه اسلام است، علیه مسلمان است. مسلمان سرکوب میشه، اسلام سرکوب میشه، احمقا پیدا میشه. امروز یهود و نصارا را تایید میکنه. تو تایید میکنی؟ با آیات قرآن عقیده داری؟ قرآن خوانده ای؟ صوبکی 6 سپاره را تلاوت میکنی، در ختمه روان هستی، ختم رفتم. هی که کتابی الله را کتابی ختم دور کردی، تو ملای ناملا، تو بیدین. این کتاب انقلاب است، این کتاب تطبیق، این کتاب حاکمیت است، این کتاب عدالت است. این را تو فقط مکسبه برای شکم پوری خود دور کردی. دو پیازی تا زده برو، لعنت چه الله سرت نمیشه. این کتاب برای هدایت مردم آمده بود، تو گرفتی در کدام حالت رساندی؟ جواب داده نیستیم. الله از ما سوال میکنه. کتابی که عزتمندی تو را یک بیان کرده، چه قسم زندگی کن، چه قسم حیثیت تا نگاه کن. امروز به کدام حالت رسیدیم؟ توهین اسلام، توهین قرآن در هر جا روان است. باز میگیم زلزله شد، اینطور شد، اینی گپ شد. یک دفعه متوجه شد الله اکبر چه زندگی داشتن سلف. اولاد گپیش قبول نمیکرد، دستی متوجه میشد، گفت نقصان دم است. نظر میکرد وی امشب تهجد نخوانده بود. مخالفت زن پیدا میشد، مردکه میگفت نه نقصان در خودم است. کدام کار دین از پیشم فراموش شده، انجام نداده. الله اکبر. شخصی از ممالک دور میایه، دنبال عمر رضی الله عنه میگرده. عمر کجاست؟ از یک پرسان کن. یک نفر برش گفت دیدم همینطور برآمد، اینم دمی طرف رفت، همون طرف میروه. یک جای میرسه که عمر رو دنو سنگ بالش جور کرده، سر گذاشته. بردکی که از بیرون آمده برش میگه بله خواب کو براحت، عدالت کردی همین قسم براحت خواب کو. الله اکبر. عدالت کردی همین قسم براحت خواب کو. در دشت و بیابان نه بادیگارد، نه سلاح، نه کسی را آگاه کو، نه کسی را خبر کو. امروز بیبی که نام برات مانده شد که وزیر شدی، مدیر شدی، حالی نه خدا نگاه کو، در خانه تام چکار بگذار، سیبای خاردار تو کو، کوچه ها را بسته کو. او مسلمان، تو مسلمان هستی، راستی به دین عقیده داری، لعنت الله سری وظیفه نمیشه.